برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. بهر آبادی و سازندگی ناحیه شهرنو کارمندان مؤسسه کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی تمام کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و جماعت و دهات تصمیم گرفتند که هر روزهای استراحت حشرها تشکیل نمودن کوچه و خیابان، راهرو و نزد مؤسسه‌ها، درآمدگاه شهرک گرد و اطراف را از پرتاب تازه نمایند. کوشش به خرج می‌دهند که بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های ملی کشور سهمگذار باشند. در تمام محله‌های ناحیه با فعالان، با شهروندان، با اهل جماعتچگی وقتی‌ها گذرانده شده. مردم دعوت کرده ایستادند اویدی سهمگذاری در کارهای آبادانی ناحیه که یک جزء کوچک جمهوری از زمان به حساب می‌رود. اینچنین در عملی نمودن آن نیت‌هایی که بعضی‌اشان دارند، مثلا درباره ساختمان کارخانه‌های خرد امکاناتی در آینده قسماً هم باشد تامین روزگاری عائله‌شان را تامین کرده می‌توانند. دعوت برده ایستادیم. در محل با یک دلگرمی قبول کرده ایستادند. همه با یک سرجمانه کار برده ایستادند. چون که می‌بینید هر هفته در حدود ناحیه شنبگی‌ها تشکیل کرده شده است. اویدی تازه کردن راهرو و کوچه‌ها، پرتابگاه‌ها با ترتیب در آوردن عمارت‌های دو طرف راه‌ها. هر صبحگاهان از دو طرف راه‌های مرکزی جویبارهای آبگذر از پرتاب تازه می‌گردند. بنا به اطلاع راهبر مؤسسه کمونالی ناحیه شهرنو رجب علی نوروف تمام تکنیک‌های گوناگون در توازن خواجگی بوده امروزه برای آبیاری‌کنی، گلگشت و نهالان و بیرون کردن پرتاب‌ها از نقطه‌های معین سفربر کرده می‌شوند. در درآمدگاه ناحیه در اطراف بناهای محلی و راه‌های دوره‌شکل آن گل‌های هرخیره شنونده شده است که همه این محصول زحمت کارمندان قطعه کبودزارکنی شعبه منزلی کمونالی ناحیه شهرنو میباشد. با همه کارخانه ها ما شنبگی گذرانده ایستادیم، لیکن کارخانه کمونالی هر روز از سحر تا بگاه برای تازگی و آبادی و گلشینانی و تازه کردن راه ها، تازه کردن جویبارها کار کرده ایستادند. ما کارکنان جماعت ناحیه شهرنو با باوری کامل گفته می توانیم که ما از روی همه نقشه چاره‌بینی، از روی قرارهای حکومت جمهوری، قرار رئیس ناحیه با پورگی از عهده کار برآمده می توانیم و وعده می دهیم که جشن را سربلندانه پیشواز گیریم و بهر آبادانی کشورمون سهمی خود را گذاریم. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه کارمندان مؤسسه کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو تصمیم گرفتند من بعد نیز فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند.